بازار لنگرود تا آخر ولاگ با ما همراه باش. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جمعه بازار لنگرود. امروز جمعه 18 مهر ماه و ساعت حدود 4 عصر. بازار جمعه های لنگرود تنها بازار روزهای جمعه در شرق گیلان که مردم حتی از شهرهای غرب مازندران هم به اون سر میزنند که علاوه بر استفاده از فضای زیبای پارک فجر که در جنب همین بازار هست، به طور خانوادگی به بازارگردی و خرید بپردازند. این بازار از صبح تا غروب در جنب فرمانداری لنگرود و میدان لکلک برگزار میشه که حجم شلوغی اون در عصرها قابل توجهه. قبلا هم ولاگ‌هایی از این بازار زیبا رو در کانال قرار دادم. همچنین ولاگ‌های دیگری از جاهای دیدنی شهر لنگرود، بازار پل خشتی اون در کانال موجوده که در پلیلیست شهر لنگرود کانال ما میتونید به راحتی به اونا دسترسی پیدا کنید و مشاهده کنید. اگر به گیلانگردی، شمالگردی و گردش در بازارهای شمال ایران علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. همتون رو دوست داریم. امیدوارم که از این بازار زیبا هم لذت ببرید. تو باور میکنی؟ چیه من بخورم؟ باید یه تو از دومت بیانتر این باقات برنجی این مثلا سوخته شو بخور نگون این باقات برنجی دی اکثرا هم باقات گندم درست آدم بوده بود سوخته دیده نه من مجبور میکنم
بازار 400. مدل داره، رنگ داره، 1000 تومن 1000 تومن. پنیر محلی. پنیر محلی بده. رو مکره. داشت 1 کیلو باشه، 1 کیلو بیشتر باشه ایراد داره. اصلا نباشه. سلام داداش. این فیلم پخش می‌کنی یا نه؟ انشالله. هر هفته داره اینجا فیلم من تو لنگی رو داره پخش میشه. اصلا نباشه. قربونه. دستی. خصم بافی. نیمه کجاست؟ نیمه؟ آره. سابسکرایبر بیاین وسط. من کلوچ اونوری رو
عذرخواهی میکنم دارم میگم. من کلوچه های سنتی رو من گرفتم. بوده این کلوچه ببخش. پروانه تست ندارم 180 150 اصلا هم اینم سیرتوشی کیلو چنده سیرتوشی؟ قابل نداره مرسی. خشکش 300 تومن گلم بدون سرکه. سلام آقا همون ما سیاتل دیدیم ها شما سیاتل بیداره؟ اینم کلیه شو این سفیدش اینم فرمالو اینم پزگیل یا کنوس مشکی دارم فقط. ما خودمون سر تا اینجا نفهمیم سلام خوب است خسته خوب است خسته نباشید ممنون متشکرم سلام دار خدمتتون متشکرم ممنونم همشهری ما آجان و سبزی فراشی وارشگاه آش رشته لوفه
چایی میدون نکرد نشود به علت گرانی تست زیتون ممنوع اینجا که ماد داره برم برم اتفاقی باید کنم سرمایه‌داران بده یا Bugün vazgeçtim. Öğrendim bugün. Yüzümü çalışıyorum. اینجا بینه بخش می‌بینی بخورش Ha? Buradan bu var. اینا همه جدیده. این قبلا ما میمون بود خسته نشد جان میشه بگی خیلی پاک بزنید. دست شما دار نشد شلوار علا زیرپوش نخیه امرقم زیرپوشایی نخیه ارزان شلوار بهترین زیرپوشا رکابی ها میگم کیف شما قشنگ شد. میدون لگلگی که نمادهای لنگا نون تازه من نان کماچ چند دونه این؟ سپر تازه یا تنورش کش دونین چنده؟ 25 سال کردم فقط درشون من بله آقا این ترشه باشه ترشه باشه دیگه چند 200 این 350 قرممونم 330 گیرون شد اینم کنار این میدون لگلگ
اینم نمک یا اون یا گمک رنگ بندی را آتی کل کنه همه بوده کل باید خوب بکنه من میگم شاید من متوجه نشدم من این ورودی بازار میفروشد. هم 2250 تومان. در تازه. دونه 50. 220 یه مدل زیتون. چون اون دیگه وقتش گذشته دیگه. الان دیگه کام روغنی شد. ممنون. بچه چیکار کردی؟ بچه بود. بچه بود. بار بودرم برای کشیدم مکزیکی بلال درجه 1 بلال مای جودی مای شور آت هم نه بالا بخور آت هم نه بالا مای جودی مای شور بری دکتر. انا خود. Bilderçin. اینجا گرفت شیطانی نکن. تا شب باید بمونی. امان آقا من شهر دار میوه 80 میوه امان آقا 80 آقا همه آقا میوه 80 زلزله. اصلا نشون. شمسی حالا هفته دیگه
برگ ترپ تورم مزه قدام حسن او جان اون برگ ترپ تازه با تورم مزه قدام رو تخته هستی دیگه شیش لاستر جورابای مردانه کباب بکن دوبا بکن مردانه مشکل هم زال زالک محصولات محلی
زمینی 40 تومن، پیاز 30 تومن. خوبی؟ از کیلو 200. نارنگی ساری ها نارنگی ساری ساری نارنگی ها Şöz. لام بخورد زمین ماه بزن عبود ماه سرویس بخورد زمین دبله مرغا اینجا اینم چوچاق. بچه بزرگ کردیم ریلکس دختر اگه پیشاوردی داشته باشم زنگ بزنم علی من هیچ کردم هم اسلامی چنده؟ 80 50 bu para kadın bağlı hile ben kadın bir şey yapmam. خوش کیلو چنده خوش کیلو چنده؟ 200 مو Kes که باقی همین هم سیدی که هر آجا هم برید همین هم سیدی این کاکا اینم کاکای شکنپور این 30 این 50 برگ سیر بسته 50 شما چی میگه این ازگیر میگه انبه؟ شما چی میگه این به؟ کنوس شما این کنوس رشته میگه نوبر پاییز کنوس 120 150 جای شما خالی